روز شما بخیر بینندگان ارجمند. امروز جمعه 21 نوامبر است و این برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی که شما را در جریان مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان می‌گذارد. توجه کنید به چند موضوع برنامه. اتحاد اروپا از حکومت تاجیکستان خواسته است که به حقوق مردم احترام گذارد و مسئولان سرکوب خشونتبار در بدخشان را جزا دهد. چرا در تاجیکستان زنازنی و خونریزی بین نورسان اوج گرفته است؟ اینستاگرام گناهگار است یا تربیت نادرست در خانه و مکتب؟ زیرا تای تنگیم در یک ماشین کهنه بود، همونجا به کورچه زدگین همجا پرتفتگیان. ترکش های خطرناک در زمان آسایشته. ساکنان تکاب در ناحیه ورزاب میگویند کارخانه کوهکنی روزشان را سیاه کرده است. زده خانه را کلیت و ابتر کرد، دختر ترسید. یک در بالسه بردن مرده گودک. نمایندگان تاجیکستان و اتحادیه اروپا روز 19 نوامبر در یک نشست در شهر بروسل درباره همکاری‌های دو طرف صحبت کردند. هیئت تاجیکستان را در نشست سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی رهبری نمود. اتحادیه اروپا از جمله از حکومت تاجیکستان خواست بر طبق عهدهای بین المللی‌اش رعایت حقوق مردم را فراموش نکند. مومن احمدی گزارش می‌دهد. نمایندگان اتحاد اروپا از مقامات تاجیکستان خواستند که حقوق بنیادی مردم را مراعات کنند و به ضد تمام نوع تبعیض در کشور مبارزه برند. درخواست آنها در نشست 11 شورای همکاری‌های اتحاد اروپا و تاجیکستان صدا داده است. نشست روز 19 نوامبر در شهر بروسل برگزار شد. اتحاد اروپا در این نشست از فشار حکومت تاجیکستان به حامیان حقوق و خبرنگاران و فضای محدود برای فعالیت جامعه مدنی اظهار نگرانی کرده است. در عین زمان از نمایندگان حکومت خواسته شده است آنهایی را به جوابگری بکشند که سال 2022 بر ضد تظاهرگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان از نیروی بیش از حد استفاده کردند. در این تظاهرات آلوده به خشونت نه کمتر از 20 نفر کشته شده، سپس ده‌ها فعال مدنی از جمله حامیان حقوق و خبرنگاران به زندان محکوم گشتند. حکم‌هایی که خودشان و نزدیکانشان نپذیرفته بی اساس دانستند. از آن سال تا کنون خبرنگاران و بلاگران عبدالله غربتی، ذوقی‌بک سعید امینی، عبدالستار پیر محمدزاده، دلیر امامعلی و الفت خانی محمدشاه و پس پنجره هستند. در بیانیه اتحاد اروپا که روز 20 نوامبر نشر شد آمده است ولایت قانون، دموکراسی سازی، رعایت حقوق انسان عنصرهای مهمترین برای یک فضای سرمایه‌گذاری با اعتماد است. حامیان حقوق سالهای اخیر این اتحاد را تنقید می‌کنند که وضع رعایت حقوق انسان و سرکوب دیگراندیشان را در تاجیکستان نادیده می‌گیرد. در دوشنبه تحقیق مرگ یک نورس ادامه دارد که هنگام زنازنی و کارتکشی گروهی به هلاکت رسید. فاجعه روز 9 نوامبر رخ داد و یکی از نورسان متهم به جنایت در بازداشت است. سالهای اخیر دشنام نورسان به همدیگر در شبکه‌های اجتماعی و سپس به خونریزی کشیدن اختلاف‌های آنها زیادتر می شود. جزئیات حادثه اخیر را زرانگیز نورشاه و امیر ایسایف بازگو می‌کنند. این یکی از آخرین عکس‌های علی رجبوف، نورس 16 ساله تاجیک است که در زنازنی گروهی در دوشنبه با ضرب کارد کشته شد. مناقشه روز 9 نوامبر با زخمی شدن یک نورس دیگر و بازداشت 15 نفر پایان یافت. نزدیکان علی که اکنون در ماتم نشستند میگویند شام آن روز وی با دعوت یک دوستش به بیرون برآمد و بعد چند لحظه مادر جسدی در خون آغشته‌اش را از کوچه پیدا کرد. ساعتهای 5:18 بود تا بازی کرد برآمد. مادرش که من پایان بشتگی بودم همه آچش ایروش دو تموچه کرد برآمد. اوج 7:49 با خبر آمد که بچه‌تون همونجا هوشش رفتگی. زیرا تای تنگیم در یک ماشین کهنه بود، همونجا به اوج کورچه زدگین همونجا پرتفتگیان. علی پس از دو دختر یگانه پسر عائله بوده در صنف دهم مکتب 78 تحصیل می‌کرده است. با ادعای نزدیکان وی بچه جنجالی نبود و بعد درس به مادرش در فروش قهوه در بازار کاروان یاری می‌رساند. اکنون را جوروش استفاده بردن که ای بزبالگیش اینترنت رو با پخش شده است که بچه خولیگان بودی، خیلی نبود. بچه ساده بود، بوز بالا بود و ساده فعل بود. با اطلاع ریاست کارهای داخلی، مناقشه از بحث لفظی در اینترنت سر زده و دعوت جنگ تن به تن کشانده است. برای این نورسان در جای جمع شوند که دوربین نظارتی ندارد.
یکی از نورسان را که با کارد زخمی شد از همین جا به بیمارخانه استقلال بردند. او را جراحی کردند. میگوید قبل از مناقشه مشورت شده بود که به کارد روبرو میشوند، اما به نقلش کاردی اول به او زده شد. نفری گمانبر در کشتار و زخمی کردن همسالان خود خواننده صنفی 10 مکتب 76 بوده، حالا در بازداشت است. آموزگارانش به آزادی گفتند وی اعلیخوان نبود، اما رفتاری بد هم نداشت. بعد از این حادثه پلیس گروهی کاری تشکیل کرده همه روزه در مکتب‌های شهر با خوانندگان و والدان صحبت برپا می‌کند. افزایش مناقشه و کارتکشی نورسان مخصوصا ماه‌های اخیر جامعه و مقامات را نگران کرده است. در یک ماه اخیر این دومین چنین حالت است. تحلیلگران به جهل و جنگجو شدن نابالغان را به چند عامل بستگی می‌دهند. هست چیزایی که در اوله روی می‌دهند، این چیزا رو برای نشوندن فرزند خود، دستگیری نکردن نبودن مهر و محبت و همین غضب وقتی که جمع می‌شود و این غضب باید چکار کند باید روی برو. البته غضب رو نسبت پدر و مادر نگرانیده نمیتوند فرزند و چکار میکند و غضبش رو بسیارتر به همسالان روانه میکند. برایمون جنگ و جنجال از حساب همین چیزم شدنش ممکن. برخی از مصاحبان ما این همه را به وضع اجتماعی خانواده ها وابسته میدانند. جاهایی که جوانان وقت خود رو میگذراندن با آموزش با ورزش مشغول میشدن، متاسفانه این همه حالا پولکی است و جوانان یا خانواده که درآمد نهایت کم دارد نمیتواند که کودکش رو به شغل علاوگی بعد از مکتب گذارد و جوانان در کوچه میمانند و از تربیت دور میشوند. جنجال بین نورسان و کردزنی آنها در مجموع سالهاست ادامه دارد. برای پیشگیری از این حادثه ها در این چند سال اخیر در مکتب ها محافظ گذاشتند. رفتن نورسان به مرکز بازی های کامپیوتری منع شد. صدها پدر و مادر را برای بی‌مسئولیتی در تربیت فرزند مجازات کردند و همچنین مقامات عملیاتی کرد را راه اندازی کرد. اما ظاهرا این همه چندان باثمر نبود و مشکل همان داغ باقی میماند. روانشناس تایم است و میگوید برای مبارزه با این مشکل مجازات کردند و همچنین مقامات عملیاتی کرد راه اندازی کرد. اما ظاهرا این همه چندان باثمر نبود و مشکل همان داغ باقی میماند. یک گروه ساکنان دهه تکاب ناحیه ورزاب شکایت دارند که مدتی دراز است زیر صدای ترکیش ها و ریختن سنگ پاره ها در بام خانه هایشان زندگی می کنند. کوهکنی و استخراج سنگ را یک شرکت خصوصی انجام می دهد و مراجعت ساکنان برای به خطر انجام دادن کارها تاکنون نتیجه نداده است. علیشیر ظریفی و برات یوسفی به دهه تکاب رفتند. این صدای ترکیش در کان همشفت دهه تکاب ناحیه ورزاب است. این ترکیش ها را شرکت 39 پارالل انجام می‌دهد که با کندن و جمع‌آوری سنگ مشغول است. از ترکیش ها بعضن سنگپاره ها بر روی خانه های تکاب بالا فرو ریخته آسیب می‌آورند و به جان آدمان نیز تهدید می‌کنند. خشتمانی پیر دارم. من جدی بچه‌ام تلفن بازی خیلی تماشا داشتم. کودکم در اونجا گفتم پیشم بیارم با همین خداونده دلم گفتم که بیارم با همین خیمه دم درون خونه در اومدن. تا من خواستم که خونه چنگ گرفتم در بالا هم پیچکه زدم. خشتمانم خسته هیچ جا نمیبینه ای چنگ خونه را. ساکنان دهه تکاب میگویند سالهاست که زیر چنین خطر با هراس زندگی دارند. با وجود مراجعت‌هایشان به نهادهای گوناگون دولتی کسی به مشکل آنها رسیدگی نمی‌کند. وقتی که ترکیش میشه این همو کوه میکفونن، این همی کوه نزدیک خانه من، این اینجا خانه من 3 تا کودک معده دارم. در حالتی که همو کوه ترکیش میشه هم کودکای من به توا چیره زده گیره میکنه. من چیکار کردم من نمیدونم. باید بیزار شدم همین کوه کفانیشون و همین علامانیشون. ما میگویم که آخه برادر این کی باشه که این قطر به غیرت این قطر مثال این دولت این مثال گیریم که مثال قانون داره قاعده داره این همه خیل مثال برای خانوار را بیرون کرد برای همه بری بالا سنگ میدونه که چی کرد هی الان همونجا رفته زده خانه را کلیت رو ابتر کرد دختر ترسید یک در هم بالسه بردن مرده گودک به حرمت اینا زنک بشه بیرون کرد. چون این وضع به قول ساکنان نه تنها به وضع روحی و روانی بلکه به وضع اقتصادی آنها نیز تاثیر منفی گذاشته است.
من همونجا آغل داشتم آغلای 15 متر امن 15 متر این دو قاینیم 30 متر آغل خس به گفت و گذار گرفت چپه کرد اول معامله نگ داشت گفت که خیلی میبرم هی اون طرف تشماند آغل میکنم با آغلاتانو میکنم خیلی در اونجا زواد ساخت و ما هم رو بیرون کرد با اون از بسونی بچه‌ام گفت که چوبتون گرفتم باغتون حوار میکنم باغ ما 6.5 متر از پرزیدنتی داره پرزیدنت هم گوش نمیکنه نمیدونم چی کار کنه. تا لحظه آماده شدن این گزارش کسی از نمایندگان شرکت 39 پارالل حاضر نشد در روبروی دوربین صحبت کنند. تنها یک نماینده این شرکت در صحبت تلفنی گفت با 40-50 خوجگی تکاب که با کن نزدیکند در ناحیه شهر نو زمین جدا کردند و همزمان اظهار آمادگی کردند که با ارزش منزل‌هایشان به این ساکنان پول می‌دهند. ولی برعکس این ساکنان ادعا دارند که جانب شرکت نمی‌خواهد با آنها گفتگو کند. در حکومت ناحیه ورزاب نیز موضوع را شرح ندادند. نقض قاعده‌های بخطری از سوی شرکت و کارخانه‌ها و پیامدهای ناگوار آن در گذشته بارها صدا داده است. نمایندگان خدمات نظارت بخطری در ساحه صنعت به مسئولیت شرکت و مهندسان به پروایی جبردیدگان رعایت نگردیدن قاعده‌های بخطری و نداشتن متخصصان ساحه را از سبب‌های اساسی رخ دادن حادثه‌های مرگبار عنوان می‌کنند. و در شهر وحدت 7 خانواده در حالت بحث و دعوا با مقامات پلیس و دادستانی هستند. ساکنان کوچه نوروز را میخواهند بکوچانند تا در جای آن خانه نو بنیاد شود، ولی ساکنان میگویند از آغاز شرکت ساختمانی مطابق با وعده‌اش عمل نمیکند. میرزا نبی خالقزاد گزارش میدهد. نمیمونم کندن دروازه‌ام. نگاه کنیم کدای مرا ترسوندن. برو ساید دهنی دروازه. برو بگیره. صاحبان 7 منزل استقامتی در کوچه نوروز شهر وحدت در برابر طلب کارمندان پلیس، دادستانی و شرکت ساختمانی محودین سروش نمیخوان منزلهای خود را ترک کنند. ما 5 گودک دارم دامگیره بگو پیش ما بیاید. ما قطعی گودکام گیجا میرم بای خونه چپا میکدد. ها؟ چون میگیستم من صاحب خانه ایم چون میگم به خانه من گیجا میرم خونی من چپا میکنه مرا میگرفتیا در گیجا مرا میگرفتن اوسو چیدا میروارده کنی خونی ما که من برم من قانون دولت قطعی سیانکا میکنم من نماینده قانون تلفن تا مرا بته من سیانکا میکنم به ایجاد. اما صرف نظر از ناراضگی های ساکنان طوری در عکس و ویدیوها دیده می شود روز 21 نوامبر مقامات با تراکتور و بولدوزرها به تخریب منزل ساکنان شروع کردند. در نوارهای ویدیویی که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود کارمندان پلیس دروازه منزل آنها را با زور بازنموده وارد می شوند و طلب می کنند که خانه های خود را برای شرکت ساختمانی محودین سروش خالی کنند. آقا همین حداقل تو خونه ما یک چه تو نمیخوادی کورمان دیگه خونه ما یک من به خونه نداده گیجا میرم 5 نفر گودکتی این ایش خونه ما باید خونه باید موبایل ما گودکتی گیجا میرم خونه ما میگرنی ما گیجا میرم بگو. ساکنان این حولی ها میگویند از سال 2022 به این طرف این شرکت با چه راه و بی رازیگی آنها قرار حکومت وحدت را برای ساختمان دریافت کرده است و با تکیه به آن تلاش دارد آنها را از اینجا بیرون کند. رئیس شرکت ساختمانی سروش آدینایف به زنگ‌های ما جواب نداد، ولی به نقل صاحبان منزل‌ها در نیمه اول روز جمعه سروش آدینایف به نزد صاحبان منزل‌ها آمده با آنها وعده داده است که در نزد مرکز ستاره که این محل با نام پژارکا معلوم است منزلی 3 اتاقه داده تا زمان آماده شدن خانه‌های وعدگی هر ماه پول آنها را خواهد پرداخت. امیدواریم بعد از نشر این گزارش مقامات دخلدار واکنش خواهند کرد و به رادیوی آزادی موقع خود را بیان خواهند کرد. شما می توانید در هر حالت به رادیوی آزادی مراجعه کنید. azadi.org این است سامانه ما و تمام سراغه های ما را از آنجا دریافت خواهید کرد. در اینجا نشر برنامه اخبار آزادی در امروز به اتمام می رسد. سپاس که تو این لحظه ها با ما بودید و برای خبرهای بیشتر سری بزنید به همان سامانه azadi.org. خداحافظ.